بریم با هم یه تیرامیسوی خیلی خوشمزه لوتوس درست کنیم. یه دونه خامق نیاز داریم با یه دونه پنیر لابنه. خب بعدش قشنگ باید اینا رو هم بزنید تا دونه های پنیر توش نمونده باشه، گلوله گلوله اصلا نباید باشه ها، دقت کنید. میتونید بهش پودر قند اضافه کنید، خیلی کم، در حد 1-2 قاشق، یا اصلا اضافه نکنید چون خود کرم لوتوس شیرینه. بعد از کرم خود لوتوس هم استفاده میکنیم برای خوشمزه تر و جذاب تر شدن این تیرامیسومون. نگم براتون انقدر خوشمزه است. الان که دارم ویدیوشو درست میکنم باز دلم خواست برم درستش کنم. خوب هم میزنیم، قشنگ یه کرم یه دست بهتون میده. خب هم میزنیم تا اینکه آماده بشه و وانیل رو اضافه کنیم. خب من از این غلافای وانیل اضافه کردم، شما میتونید از همین وانیل شکری هم اضافه کنید، فرقی نداره. این هم خیلی خوبه، عطر خیلی خوبی داره، خیلی کمتر هم پیدا میشه نسبت به یکی وانیلینایی که میفروشن بیرون. خب من از این اضافه کردم و دوباره یکم هم زدم و عاشق این دوندونای سیاهی هستم که توی این کرمم افتاده. بعد میریم سراغ باز کردن بیسکویت‌های خوشمزه‌مون. برای خیس کردن بیسکویت من از آب و قهوه از این نسکافه گلدا استفاده کردم. شما میتونید هم با قهوه خیس کنید، هم میتونید اصلا ساده بذارید، فرقی نمیکنه اگه طعم قهوه رو دوست ندارین. ولی من عاشقشم چون اصلا تیرامیسو باید با قهوه خیس بشه و من خیلی طعمش رو دوست دارم. ولی اگه نکنید این کارا میشه، مثلا میتونید چیز کیکش کنید، بیسکویت رو پودر کنید یا اینکه حالا همونطوری بذارید. بعد ژلاتین، من ژلاتین زدم خیلی کم، در حد نصف قاشق غذاخوری ژلاتین زدم که یک کوچولو خودشو بگیره. وقتی تو قالب میخواین درست کنید میتونید ژلاتین هم نزنید چون تو قالب نیازی نیستش که مثلا حتما خودشو بگیره. ولی اگه میخواین مثلا از قالبتون خارج کنید و فرمش از دست نداره، ژلاتین نیازه بزنید. بعدش روش من دوباره بیسکویتای خوشمزه‌مون رو چیدم و گذاشتم یخچال برای 1-2 ساعت قشنگ خودشو بگیره. بعد برش میزنید و ببینید چقدر جذاب شد. وای خیلی خوشمزه است، حتما امتحانش کنید. درست کردید ویدیوشو برام بفرستین.